ماجرای شب 31 دکامبر سال 2021 بین سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه جیهون و رئیس سود نویه رخ داده است. در این باره ولی وایدوف معاون پروکورور ولایت ختلون روز 3 فوریه ضمن نشست مطبوعاتی دادستان ولایت خبر داده است. قبلا گفته میشد که این ماجرا میان سردار شعبه وزارت کارهای داخلی و سردختر نویه سر زده است و سردار شعبه میلیڅه به پیشانی سردختر سلاح گذاشته است. ماجرا شب 31 دکامبر سال 2021 بین سردار شعبه وزارت کارهای داخلی قربانعلی پولاد و رئیس سود نویه جیهون محیدین زاده سر زده است. ما حادثه را تحقیق کردیم و همه این مواد را برای چاره‌جویی به وزارت کارهای داخلی فرستادیم. نتیجهش رو به فکرم شما میدونید که سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه جیهون قربانعلی پولاد از وظیفه‌اش آزاد کرده شد. نقل قول کرده است خبرگزاری از پلیوس از سخنان معاون دادستان ولایت ولی وایدوف در نشست خبری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 ژانویه سال 2022 علاقه چند روز بعد آن ماجرا قربانعلی پولاد را از وظیفه آزاد و اسرائیل غایبزاده را اجرا کننده وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه جیهون تعیین کرد. با این سوال که آیا وابسته به این حادثه پرونده جنایتی آغاز شده است یا نه، معاون دادستان ولایت ختلون کوتاه پاسخ داد که پرونده را از وزارت کارهای داخلی پرسید. قبلا رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود خبر داد که شب سال نو بین سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه جیهون و سردختر بیمارخانه مرکزی این نویه مناقشه سر زد و پلکاونیک پولاد قربانعلی تپانچه خدمتیش را به پیشانی حامدجان عبدالحلیم زاده سرطبیب نویه گذاشته پس از کشاکش به هوا دو تیر خالی کرده است. بنا به گفته مصاحبان رادیوی آزادی سبب مناقشه این بود است که گویا کدام خیش سرطبیب جیهون نقطه فروش سوزشواری داشته است و به پولاد برفی به احترامی کرده است. حادثه شب سال نو در یک طربخانه نویه رخ داده است. آنجا رئیس سود نویه و سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در نویه جیهون نیز حضور داشتند. آنها جنگ بین دو نفر را خلاص کرده با دعوت دیگران تپانچه را از دست سردار شعبه وزارت کارهای داخلی گرفتند. گفته بود یکی از مصاحبان رادیوی آزادی. اما پولاد برفی در تماس کوتاه تلفنی گفت که هیچ جنجالی نبود. حامدجان عبدالحمیدزاده سرطبیب نویه جیهون نیز به آزادی گفت از مقامات تفتیشاتی پرسید که چه حادثه شده است. پلکاونیک قربانعلی پولاد برفی همگی 10 ماه پیش به جای نعمت الله صالح‌زاده که با اتهام سوء استفاده از منصب در قضیه قاچاق طلا بازداشت شد به وظیفه سردار میلیڅه نویه جیهون تعیین شده بود. پیش از این پولاد برفی سردار شعبه میلیڅه ایستگاه راه آهن شهر دوشنبه بود.